خوش اومدین به یک اپیزود دیگه از نقل قول. اینجا این که با هم یاد بگیریم. نه برای اینکه قوی تر از بقیه دیده بشیم، بلکه برای اینکه وقتی تنها شدیم، وقتی کسی تشویقمون نکرد، وقتی انگیزه غیبش زد، بتونیم هنوز سر پا بمونیم. همه از شروع حرف میزنن. از اولین قدم، از اون لحظه‌ای که تصمیم میگیری عوض بشی. ولی کمتر کسی درباره ادامه دادن حرف میزنه. درباره روز سوم، روز دهم، روزی که هیچ اتفاق خاصی نمیفته، ولی تو باید باز هم ادامه بدی. اینجاست که اراده خودش رو نشون میده. خیلیا فکر میکنن شروع سخته، اما حقیقت اینه شروع ترسناکه. چون شروع یعنی پذیرفتن اینکه وضعیت فعلی دیگه قابل تحمل نیست. شروع یعنی اعتراف به اینکه یه چیزی تو زندگی درست کار نمیکنه. بیشتر آدم‌ها نه به خاطر تنبلی، بلکه به خاطر ترس شروع نمی‌کنن. ترس از شکست، ترس از قضاوت، ترس از اینکه اگه شروع کنم و نصف راه ول کنم چی؟ و اینجاست که اراده وارد میشه. نه برای اینکه مطمئن باشی موفق میشی، بلکه برای اینکه با وجود مطمئن نبودن حرکت کنی. واقعیت تلخ اینه، هیچ تغییری هیجان انگیز باقی نمیمونه. ورزش بعد از یه مدت عادی میشه. یاد گرفتن یه جاهایی خسته کننده میشه. کار روی خودت بیشتر وقتها بی نتیجه به نظر میاد. اینجا دقیقاً همون جاییه که 90% آدم‌ها رها میکنن. نه چون بد بودن، نه چون ناتوان بودن، بلکه چون فکر میکردن باید همیشه حس خوبی داشته باشن. اما رشد حس خوب نیست. رشد تکراره و تکرار اراده میخواد. اراده یعنی انجام دادن کاری که قرار انجام بشه حتی وقتی هیچ دلیلی برای انجامش نداری. یعنی کار کردن وقتی کسی نمیبینه. یعنی ادامه دادن وقتی نتیجه هنوز نیومده. یعنی وفادار موندن به تصمیمی که با عقل گرفتی، نه با احساس. احساس تغییر میکنه. اراده تصمیم رو نگه میداره. چون شروع با امید تغذیه میشه. ولی ادامه دادن با تعهد. امید میگه شاید بهتر بشه. تعهد میگه حتی اگه بهتر نشد من ادامه میدم. ادامه دادن یعنی قبول کنی که بعضی روزها هیچ پیشرفتی حس نمی کنی ولی باز هم عقب نمیری. و این دقیقاً همون جاییه که اراده ساخته میشه. به ما گفتن اگه واقعاً چیزی رو بخوای همه چیز خودش درست میشه. نه. خیلی وقتها حتی وقتی واقعاً میخوای همه چیز سخت‌تر میشه. خستگی میاد، شک میاد، مقایسه میاد. و تنها چیزی که میتونه ازت عبور بده اراده است. نه انگیزه، نه حرف بقیه، نه ویدیوهای الهام بخش. اراده ساکت. اراده‌ای که سر و صدا نداره ولی هر روز کارت رو انجام میده. اراده یه استعداد ذاتی نیست. اراده ساخته میشه. هر بار که ادامه میدی در حالی که میتونستی رها کنی ارادت قوی تر میشه. هر بار که نه میگی به راحتی و بله میگی به چیزی که سخته، داری خودت رو میسازی. موفقیت شروع کردن نیست. موفقیت ادامه دادنه. وقتی کسی تشویقت نمیکنه، وقتی نتیجه دیر میاد، وقتی همه چیز عادیه، اونجا اراده معنا پیدا میکنه. اگر امروز فقط یک قدم کوچیک برداشتی، بدون اینکه کسی بفهمه، بدون هیجان، بدون نتیجه فوری، بدون داری درست کار رو میکنی. اگه این حرفا به دلت نشست، یادت نره سابسکرایب کنی تا اپیزود بعدی رو از دست ندی. تا اپیزود بعدی، من آرشم و اینجا نقل قوله.